زینورا عظیمی معاون رئیس ولایت سوخت در یک جلسه که 25 ینور سال 2023 با اشتراک مسئولین کار با زنان و اویله ولایت برگزار گردید به قضیه فوت ششگانیک در تولدخانه ولایت سوخت توجه کرده گفته است که آنها از بی‌مسئولیتی و خنک نظری مسئولین امین نهادهای دخلدار ولایت از جمله دختران فوتیدند. او از همکاری زیچ نداشتن مقامات ولایت اظهار نگرانی کرده گفته است در رابطه با فوت ششگانیک مسئولین ساحه در همکاری برای پیشگیری علتهای نامطلوب کار نکردند. اگر مشکلات عادی سر وقت به گوش مسئولین مقامات می رسید پس حل می گردید، اما امروز وضع دیگرگونه است، گفت او. در نواری که از این نشست دسترس ارز پلیوز گردید دیده می شود که زینورا عظیمی در جلسه سببهای افزایش کردارهای نامطلوب را از سهلنگاری بعضی از کارمندان بخش کار با زنها می داند. رهبران برخی از ساختارها هنگام اجرای وظیفه مسئولیت خود را احساس نمی کنند و این باعث زیاد شدن علتهای نامطلوب و بیشتر به قید گرفتن رقمهای آماری جنایت صادرکنی و مشکلات می گردد. نارسایی کادرها، نبودن شخصان مسئول ساحه باعث بیشتر شدن کردارهای نامطلوب می گردد. افزوده زینورا عظیمی گفته شد که محض از بی‌مسئولیتی در سال 2022 سه علت فوت مادران هنگام تولد در ناحیه باباجان غفوروف به قید گرفته شد که این نشان داد نسبت به همین دوره سال 2021 زیاد است. سال 2022 در ولایت سوخت 12 زن هنگام تولد فوتیدند که این نسبت به سال 2021 در عموم کمتر بوده است. یادآور می‌شویم که در تولدخانه ولایت سوخت صحنه دام ینور ششگانیک به دنیا آمد و پس از یک روز همه آنها فوتیدند. این اولین حالت تولد ششگانیک‌ها در کشور بود و خیلی پرسر و صدا شد. دکتران و مسئولان وزارت تندرستی سبب مرگ ششگانیک را وزن کم و نارسی تولد شدن آنها عنوان کرد، اما نزدیکان ششگانیک فوتیده عامل درگذشت نوزادان را سلنگاری دکتران گفتند. پس از 8 روز این حادثه رهبر بیمارخانه نوری دودوبایو را به نفقه گسیل کردند، اما تا حال مسئله فوت ششگانیک چون مشکل داغ در بخش تندرستی کشور بحث برانگیز است.